توسعه تجهیزات جدید در نیروی هوایی یا نیروی زمینی ارتش، از نصب پهپاد کرار بر روی جنگنده‌های صاعقه تا ساخت یک موشک ضد زره بلند برد. ایران چه سلاح‌های پیشرفته‌ای برای جنگ‌های آینده توسعه میده؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. امروز اومدیم کمی در رابطه با توسعه برخی از تجهیزات جدید در ارتش در خدمت شما عزیزان باشیم و ببینیم در آینده قراره چه چیزهایی رونمایی بشه. پس ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از همه چیز اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید تا خانواده جنگاور بزرگتر از قبل بشه. اما بریم سراغ اصل ماجرا. همیشه در تمام ابعاد جهاد خودکفایی چه در ارتش و چه در سپاه در حال طراحی و توسعه و ساخت تجهیزات جدید و یا در حال توسعه طرح‌های خلاقانه و فناورانه هست. البته اینو بهتون بگم که همه تجهیزات و تسلیحات در ایران زیر نظر وزارت دفاع تولید میشن و هیچ تسلیحاتی بدون مجوز وزارت در ایران تولید نمیشن. اما قبل از اینکه مجوزهای تولید صادر بشه باید این تسلیحات توسط جهاد خودکفایی حالا کلا آزمایش بشن یا حداقل یه رونمایی ساده رو داشته باشن. اول از همه نهاجا. این نیرو همیشه در حال توسعه تجهیزات و تسلیحات جدید برای جنگنده‌های خودش هست، چه برای فانتوم و چه تامکت و حتی صاعقه. اما این بار جنگنده بمب افکن صاعقه مد نظر هست. نصب پهپاد رسول یا همون کرار خودمون بر روی این جنگنده. بعد از تولید جنگندگی صاعقه، دانشگاه شهید ستاری در کنار جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش تلاش بسیار زیادی انجام دادن تا پروژه نصب پهپاد کرار بر روی این جنگنده به بلوغ کامل برسه و برای اولین بار به صورت رسمی این پهپاد بر روی جنگنده هم نصب بشه. طرحی که محاسبات بسیاری در مباحث آیرودینامیک و تحلیل سازه نیاز داره تا اگه جواب نهایی مثبت باشه تازه به طرحی سه‌بعدی معادلات مصرف سوخت و وزن خود هواپیما برسه. در تصویر میتونید ببینید طرح ارائه شده مبنی بر نصب 2 پهپاد کرار در بالهای صاعقه چگونه بوده. پهپاد کرار واقعا پلتفرم بسیار خوبی داره، چه در بحث حملات انتحاری، چه در جنگ الکترونیک و چه به صورت طرح رسول که این طرح با پدافند هوایی لینک شده و به صورت یک رهگیر عمل میکنه. اما خود پهپاد کرار یه پهپاد چند منظوره با موتور توربوجته و حقیقتا با نصب اون بر روی جنگنده صاعقه نشون دهنده اینه که چقدر این پلتفرم پهپاد کرار عالی طراحی شده که همه جا به درد میخوره. البته این رو هم بگم با نصبش بر روی جنگنده ها این پهپاد میتونه چندین مأموریت داشته باشه و قرار بر همین کارها هم بوده. اما بریم سراغ طرح‌هاش. اول از همه چیز در بحث هواپایه پهپاد کرار میتونه به صورت یک موشک برده بلند کروز عمل کنه که حدوداً 1000 کیلومتر برد داشته باشه. دوم این بحث به صورت یک پهپاد حامل مأموریت انجام بده که به این معنایی که این پهپاد کرار حامل بمب، موشک یا اژدر باشه که یعنی به صورت یک پهپاد وینگمن عمل کنه. مورد بعدی میتونه برای حملات دوربرد انتحاری استفاده بشه یا برای جنگ الکترونیک در فواصل دور که واقعا نیاز داره. در آخر افزایش برد حملات صاعقه یکی از مزیت‌های طرح افزایش برد حملات جنگنده صاعقه هست که به بیش از 3000 کیلومتر رسیده و میتونه با این کار به قول معروف باعث سلامت پرواز بشه و نذاره به راحتی حتی رهگیری یا شناسایی بشه. تاکنون پهپاد کرار هم با پدافند لینک شده و هم در نیروی هوایی و هم نیروی دریایی ارتش حضور داره. البته در نیروی زمینی هم حضور داره که کاربر اصلی اونم حساب میشه و در پایگاه زیرزمینی ارتش و واحدهای FAC فعالیت گسترده‌ای داره و به صورت یک پهپاد بمب افکن عمل میکنه. مشخصات کلی پهپاد هم به این ترتیب هست که طول 3.75 متری، وزن 500 کیلوگرم، وزن تسلیحات قابل حمل تا 250 کیلوگرم، بیشترین سرعت 900 کیلومتر بر ساعت، برد عملیاتی تا 500 کیلومتر که بیشترین برد حدود 1200 کیلومتر در طرح رسوله و سقف پروازی 10700 تا 13100 متره. البته یکی از طرح‌هایی که قرار بود روی پهپاد کرار نصب بشه موشک کروز بوده که تازه با این کار میشه حتی برد تهاجمی صاعقه رو تا 3500 کیلومتر افزایش داد.
اما بریم سراغ طرح بعدی. نیروی زمینی ارتش به دنبال موشک ضد زره برد بلند است. چیزی حدوداً 35 کیلومتر و برد نهایی 60 کیلومتر داشته باشه. و طی سالهای اخیر به شدت به دنبال انواع مختلفی از ضد زره ها بوده و در تمامی رده‌های عملیاتی اون چه تیپ‌های تکاور، لشکرهای پیاده و غیره موشک‌های ضد زره هستند و بیشترین ضد زره فعال اون هم دهلاویه هست. همچنین سری طوفان و جدیداً هم الماس به تعداد بالا از وزارت دفاع خریداری کرده. اما همیشه اصولاً طرح‌های ضد زره کشور در صنایع جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش در حال طراحی هستند. و این بار این بخش از سازمان به دنبال طرح ضد زره برد بلند هست که خیلی از کشورهای مطرح همچون روسیه، آمریکا و کره شمالی حتی دارای موشک‌های ضد زره با برد بالای 40 کیلومتر هستند. البته آمریکا طرح 500 کیلومتری هم داره که دیگه آمریکاست و همیشه متمایز از بقیه داره عمل. زیاد از بحثمون دور نشیم. در آزمایش فاتحان خیبر که سالهای قبل برگزار شد، 2 نمونه جدید ضد زره تست شد که جزء موارد اعلام نشده هست. اما باید خدمتتون عرض کنم که این 2 طرح، یک طرحش الماس بود که اون موقع تازه وارد ایران شده بود و تحویل نیروی زمینی ارتش شد تا مورد تست میدانی قرار بگیره. اما طرح دوم که رونمایی شده بود برای افراد خود سازمان طرح ضد زره برد بلند بود که در واقع همکاری نیروی زمینی ارتش و هوانیروز ارتش بود که در کل این پروژه حاصل این هست که موشک ماوریک رو تغییر ماهیت بدن و اونو با حالت زمین به زمین در بیارن. البته طرح هواپرتاب اونم هست که بیشتر اونم به صورت طرح شلیک کن و فراموش کنه، اما در مقیاس برد بلند. البته هوانیروز طرح 3 و 4 موشک شفق رو هم داره که داره دنبال میکنه که اونم همین قابلیت رو داره، اما خب برد این طرح رو نداره. موشک ضد زره فعلی که قرار رونمایی بشه همون ماوریکه که به صورت ضد زره زمین پایه شده که دارای وزن حدوداً بین 208 تا 302 کیلوگرم و سر جنگی اونم حدوداً 55 کیلوگرم و برد عملیاتی 28 کیلومتری داره که با تغییرات جدید و اعمال شده مشاهده میکنید که برد اون به بیش از 30 کیلومتر رسیده. در کل طی سالهای اخیر جهادهای خودکفایی ارتش همواره در حال تست و توسعه تسلیحات جدید هستند. انشالله سالهای آینده نیز طرحهای دیگری از جمله نصب پهپادهای دیگر و روی جنگنده نیز اجرا خواهد شد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدا یار و نگهدار.